شروع میکنه تا بالای بالا به 4 تا قسمت تقسیم. حرکت دستشه آرنجی کوچولو همون حساب میشه. 1 2 3 4. خب 4 اینجا تموم شد حرکتم. دستم از همینجا صاف میاد پایین و میاد بغل. اصلا هم نمیکنم. اینو از همین بالا میکشم تا کنار. پامم میاد جلوی پامم میاد جلوی. پس از اینجا میشه 1 2. وقتی که به استایل اسپین میریم برای 4 تا حرکت آخر میشه 1 2 3 4. 1 2 3 4. دوباره این بار 1 2 3 4. موجم چجوریه؟ اول سر، شونه، سینه، شکم. دوباره میشه هم